داستانی که میخوام براتون تعریف کنم مربوط به زمانیه که 17 سالم بود. اسم من ویکتوره و 23 سالمه. از یک شهر کوچیک به نام لاکستون از ایالت ویرجینیای غربی میام. اون موقع ها من یه کارآموز نجاری توی شرکت ساختمون سازی بودم. پروژه جدید ما یک ساختمون خیلی قدیمی و بزرگ از سال 1960 بود و آخرین طبقه اون قرار بود تبدیل به یک کلاس درس بشه. فاصله خونه من تا محل کارم حدوداً نیم ساعت طول می‌کشید با اتوبوس و فاصله خونم تا ایستگاه اتوبوس 2 بلوک بود. البته یک راه میانبری هم بود که زیاد پیشنهادش نمی‌کنه. راه میانبر یه جاده خاکی بود که 2 طرفشو درخت‌ها پوشونده بودن. همونطور که میدونید راه‌های میانبر خیلی کوتاه‌ترن اما ریسک زیادی دارن. اون روز از خواب دیر بلند شدم. برای اینکه خودم رو به محل کارم سر موقع برسونم تصمیم گرفتم از اون جاده برم. اما ای کاش هیچ وقت نمی رفتم. اوایل جاده بودم. هوا اونقدر تاریک بود که نمیتونستم حتی جلوی پامو ببینم. به ناچار گوشی رو در آوردم و چراغش رو روشن کردم. قبلا هم از این جاده رد شده بودم. اما توی روز روشن. ترس و اضطراب صد راهم بودن. نمیتونستم درست فکر کنم. فقط داشتم مثل یه آدم کور توی تاریکی راه میرفتم. با خودم درگیر بودم. هی به خودم دلداری میدادم. تا اینکه صدای شکستن چیزی رو شنیدم. سریع اون سمت انداختم. اما چیزی ندیدم. با خودم فکر کردم شاید حیوانی چیزی بوده باشه. راه کوتاه 5 دقیقه‌ای حالا برام اندازه نیم ساعت گذشته بود. 2 قدم نرفته بودم که دوباره یه صدای شنیدم. این بار حتی جرئت نکردم برگردم. دیگه داشتم میدویدم. تمام توانم رو گذاشته بودم. بالاخره به ایستگاه رسیدم. تمام اون مدت سنگینی نگاه کسی رو احساس میکردم. توی ایستگاه داشتم یه نفس عمیق میکشیدم و منتظر اتوبوس بودم. بعد از چند ثانیه که حالم بهتر شد با 2 چشم مرموز و ترسناک روبرو شدم. یه مرد مرموز دقیقاً کنار جاده پشت درخت قایم شده بود. اما طوری وایساده بود که من بتونم ببینمش. همینطور بهم زل زده بود. منم بهش زل زده بودم. حدوداً چند ثانیه گذشت. اما هر ثانیه برام اندازه 1 ساعت طول کشید. اتوبوس بالاخره اومد. مرد عجیب غریب که یک لباس آبی پوشیده بود و کلاهش رو سرش انداخته بود و یه ماسک هم زده بود همونطور بدون حرکت به من نگاه میکرد. سریع سوار اتوبوس شدم. طبق معمول اتوبوس خالی بود و من تنها مسافر این محله بودم. هنوز اتوبوس حرکت نکرده بود که دستی به پنجره کناریم برخورد کرد. سرمو که برگردوندم دیدم همون مرده داره کنار اتوبوس میدوه. چشم ازم بر نمی داشت. شوکه شده بودم. اولین بار بود همچین اتفاقی برام میفته. نمیدونستم چی میخواد. اتوبوس سرعت گرفت و رفت. توی راه هر کاری کردم نتونستم که به اون مرد مرموز عجیب غریب فکر نکنم. بالاخره رسیدم به محل کارم. ساختمونی که توی یک محله خیلی خلوت‌تر بود.
اون روز اولین نفر من رسیده بودم. کلیدو انداختم توی در. سرمو که بلند کردم کنار ساختمون دوباره اون مرد عجیبو دیدم. چند بار پلک زدم اما اون هنوز هم به من خیره شده بود. بالاخره به خودم اومدم و سریع در رو باز کردم و خودم رو پرت کردم داخل ساختمون. در رو بستم و با خودم گفتم من مشکل دارم یا این مرده چطور انقدر سریع خودش رو رسونده؟ ترس و اضطرابم چند برابر شده بود. دستام میلرزید. اصلا نمیدونستم باید چی کار بکنم. وارد اتاق استراحت شدم. همونجا در رو بستم و منتظر شدم تا همکارام بیان. فکر میکردم هر لحظه ممکنه وارد این اتاق بشه. 10 دقیقه‌ای گذشت. بالاخره بقیه هم اومدن. وسایل رو جمع کردیم و با آسانسور رفتیم بالاترین طبقه. اما وقتی رسیدیم یادم اومد که کلاهمو جا گذاشتم. دوباره با آسانسور اومدم پایین. وارد راهرو و بعدش وارد اتاق شدم. کلاهمو برداشتم. به سمت آسانسور حرکت کردم. هنوز دومین قدم رو بر نداشته بودم که خشکم زد. مرد ژاکت آبی این بار انتهای راه رو وایستاده بود. برخلاف دفعات قبل شروع کرد به حرف زدن. هی ویکتور، وقتی میخوابی خیلی زیبا به نظر میرسی. و بعد شروع کرد به یه خنده کری. شوک شده بودم به معنای واقعی کلمه. مغزم قفل کرده بود. نمیتونستم هیچ ریاکشنی نشون بدم. بالاخره بعد از 5 ثانیه به خودم اومدم و فقط دویدم سمت آسانسور. دستام خیلی میلرزیدم. دکمه رو پشت سر هم فشار دادم تا رسیدم آخرین طبقه. رنگ صورتم پریده بود. دست و پام هنوز داشتم میلرزیدن. برای بقیه همه چیزو تعریف کردم. اما اونا فقط خندیدن و گفتن که خیالاتی شدم. اما من برای اینکه بهشون ثابت کنم که شوخی ندارم و جدیم، تلفن رو برداشتم و خواستم به پلیس زنگ بزنم. اما بعد از 2 تا بوق قطعش کردم. نمیدونم. شاید نمیخواستم بیشتر از این بازیچه و مسخره دیگران بشم. بعد از اون روز دیگه هیچ وقت اون مرد مرموز رو ندیدم. دیگه هیچ وقتم نخواستم از جاده خاکی لعنتی برم و همیشه پرده اتاقم رو میکشیدم.